از ساغر براتون گفته بودم، یادتون میاد نه؟ همون دختری که روی کیسه‌های آرد پیداش کردن. دیروز رفته بودیم دنبال خانواده‌اش ولی پیدا نکردیم. جلوی هر کسی که رد میشد و میگرفت و میگفت مامانم تویی، بابام تویی. مردم فکر میکردن دیوونه است، ازش فرار میکردن، ولی من از اونم بدبخت‌ترم. اون حداقل یه امیدی داره. میدونم که من هیچ وقت دیگه نمیتونم ببینم تو، میدونم، ولی میدونین بدتر از اون چیه؟ من هیچ خاطره خوبی از شما یادم نمیاد. هر وقتی هم که چشمامو میبندم مامان تو رو غرق خون میبینم. بابا تو هم اسلحه رو گذاشتی رو سرتو به من میگی دخترم منو ببخش، بعدم دوباره خودتو میکشی. من دیگه طاقت ندارم مامان، من دیگه طاقت ندارم. تو رو خدا من دیگه نمیتونم تحمل کنم مامان، نمیتونم تحمل کنم. تو رو خدا یه چیزی بگو تو رو خدا. من چجوری باید زندگی کنم ماما؟ چجوری زندگی کنم؟ بچه که بودم وقتی میترسیدم وسطتون میخوابیدم بغلم میکردیم. تو رو خدا الانم بغلم کنین، خواهش میکنم، الانم نوازشم کنین. تو رو خدا کنارم باشین، تو رو خدا. دیگه طاقت ندارم. عزیزم خیلی دلم برات تنگ شده. میگم آبشی تا وقتی مامان بیاد من اینجا میمونم. عصبانی که نمیشم. نه نمیشه، تو برو تو، منم الان میام. باشه. عمو کمال میاد خونه؟ تو به پلیس خبر دادی؟ آره. دختر تو از ما چی میخوای؟ اگه دستگیر میشد چی؟ اون وقت من و خواهر برادرت چی کار میکردیم؟ هیچ به این فکر کردی؟ مامان بذار دستگیر شه، نترس، من خرجتونو میدم. ایلو عمو کمال همه چیزو برا من تعریف کرد. تو عالم بچگی بعضی چیزا رو بد متوجه شدی. چیو بد متوجه شدم؟ اون تو رو مثل دختر خودش میدونسته، ولی تو از بعضی از رفتاراش سوء برداشت کردی. دخترم به من حسودیت شد. آره عزیزم. مامان چی داری میگی؟ حسودی چیه؟ اصلا همچین چیزی نیست. اون آدم دست از سر من بر نمیداره. همین امروز اومده بود پانسیون. باور نمی کنی از بقیه بپرس. هر جا برم سر رام سبز میشه. سعی میکنه به هم دست بزنه، تهدیدم میکنه. مامان من میترسم. تو رو خدا به هم کمک کن. برو پیش پلیس بذار دستگیرش کنن، ولی منو از دستش نجات بده، ازت خواهش میکنم. دخترم عمو کمال هیچ وقت به تو آسیب نمیرسونه. این افکار از سرت بیرون کن. افکار منم به هم نریز. نون درست کردم، پنیرم هست، سرد شده ولی میشه. ای وای بسته دیگه، من غذا نمیخوام. من میخوام حرفمو باور کنی. مواظب خواهرت باش، تا یه ساعت دیگه برمیگردم.
مامان تو رو خدا حرفمو باور کن. مامان 100,000 تا لازم داری؟ سر کن اشتباه شنیدم. درست شنیدی بابا. حتی اگه کافی نباشه ممکنه بیشترم ازت بخوام. پسرم با این همه پول میخوای چی کار کنی؟ تو تازه 16 سالته. بابا برای یکی از دوستان میخوام. تو شرایط خیلی بدیه. این دوستت کیه؟ بابا پولو میدی؟ باشه یه کارش میکنم. ممنون بابا. خب کی میتونم ازت بگیرم؟ خودم بهت زنگ میزنم. باشه. بابا خیلی ازت ممنونم. طلاهایی که بهم دادی و فروختم. یکم از روش برای بچه ها برداشتم. بقیهش اینجاست. ممنون عزیزم. مسعوده، موقع اومدن خوب اطرافو دیدی؟ پلیس که تعقیبت نکرد؟ نه، کاری که گفتی رو کردم. دوبار اتوبوس عوض کردم. کمال، این پول حروم نیست مگه نه؟ ببین قرار از گلوی پسرمون پایین بره. گفتم که نه. پسر عزیزم، رفته بودی پانسیون ایلول؟ آره رفتم. وقتی فکر میکنم چه تهمتایی بهم زده خونم به جوش میاد. میخواستم بهش بگم اینقدر مادرتو اذیت نکن، اون تازه زایمان کرده. دیگه نرو. من باهاش صحبت کردم. بهش گفتم عمو کمال باهات همچین کاری نمیکنه. تو بد برداشت کردی. مسعوده، تو فقط به من اعتماد کن. ببین، قراره یه پولی به دستم برسه. یه طلب قدیمیه. اگه بتونم بگیرمش شمارم برمیدارم، از اینجا میریم. با هم میریم آنتالیا. تابستون میبرم دریا. ایلولو اینجا تنها بذارم؟ اونم تعطیلات میتونه بیاد. ببین، دختره در حق من بدی کرد ولی من بازم بزرگی میکنم. حتی اگه دستم باز بشه به اونم پول میدم که یه وقت بی پول نباشه دیگه. پسر عزیزم، هیچی مثل بچه خود آدم نیست. مامانم بمیرم اونو لو نمیده. کاش وقتی تو اتاق نریمان دیدیش جیغ و داد میکردی. خودشو چسبون به اون نفس نجسشو داد تو صورتم. بعدشم گفت آروم باش وگرنه همه چیزو تعریف میکنه. منم ترسیدم. اگه تعریف کنه که ما رو نمیندازن زندان، نه؟ خب درسته که انداختیمش تو رودخونه ولی اون که نمرد. بهتره طلاهاشو بدین. بره گم شه و دست از سرتون برداره. ببخشید ولی چجوری باید بدیم؟ با دستبند درست کردن و فروختن؟ 100 سالم این کارو بکنیم بازم اون پولو نمیتونیم جمع کنیم. من درستش میکنم. شما نگران نباشین. من از تو پول نمیگیرم. مزخرف نگو.